یگید یادا کیست نمیستم کردارم مرا ببخشید تو چیکار کردم میخوایی چرا با پروکرور هجوم کردی از جان اسیر شدی مگر جورا جون با او چیکار کردی کاش که مرا میگفت با او کاردار نمیشدم و سکوت میکردم با فکرت کی را در نظر داشت حلیمه را تخدیر کرد من هم کرسی را گرفته به سرش زدم شکر کند که نکشتمش مفتشان هم دیدند چی باید کرد بخیر است چی شد هیچ گپ نشده است ممدو چی شد آشنای ما کاری کردهش رو کرد بعد آدسیتون هجوم کرد چی ها میگویید باز از چیز دلم آگاهی میدهد سخنهای سوها مفتشا بازی هست اما یکی دست حد گذراندی بله من سرحد را گذشتم اینجا بیا کجا میروی یگانجا گم مشو حجت ها را هم گیر در دست شما است سردارم برای خاطره جورا جان این دفعه از حد گذراندی استید من رو برمیگردونم من هم میروم تو میدانی به کجا میروم با کجایی که تو روی من هم میروم نجیب سریعیت را میخواهم این کاری کردهش را پرداخت میکند یک نه دو نه آقای پروکرور هر وقت که سری نفری از ما در بلا ماند از عقبش نفری پیدا میشود تو چی گفتنی هستی؟ روشن گپ زن تا مفتش هم فهمد من روشن گپ میزنم آنقدر معنای چقدر ندارد میفهمیدگی میفهمد چی؟ مگر تهدید داری؟ مگر نجیب یلمز پروکرور دولت را تهدید میکند این گپی کجا آقای پروکرور من کسی را تهدید نمیکنم عرض میکنم گپی زیاد چی لازم البته آقای پروکرور این دیوان آوزا نه تنها در تشکیلات امنیت بلکه در توقفگاه هم کار داده نشود بیا رفتیم آقای سوها اینجا خیلی بلند است و در پایان ورطه بیتک اگر ترسی میتوانی برگردی من از اون میترسم که با تو حادثه نشود خواطر مشو چیزی نمیشود تنها زندگی کرده و تنهایی عادت کرده تو چرا با من آمدی وای چه گویم برای تو خواطر شدم تو رو تنها گذاشتن نخواستم مرا تنها گذار میخواهم تنها باشم اگر ناراحت شوی من میروم فقط همین رو گویی بس رو لبای رو گفتم رو دائما یک سخن رو گفته میستی چرا آمدی چرا رفتی تو حق نداری که با من چنین رفتار کنی بگوی من چی گناه کردم که با من چنین رفتار رو روا میبینی من چی من به تقدیرم تن دادم البته حق ندارم لیکن دل کس رو شکسته دوستانت رو زیر پا کرده به کجا میروی به همینجا به کنار جر پرتو خودت رو چرا ایستاده ای مادامی که نمیترسی مادامی که جسوری پرتو خودت رو گمان میکنی نمیپرتایم مطمئنم که میپرتایی بر بالای جسدی پراکندت که میگریه میکنند 3 روز پس حتی نامت رو به یاد نمیآورند شاید فکر میکنی که در بورت همچون قهرمانی داستانی مینویسندگی همین طور خطا میکنی میفهمی مرا به حالم گذار
هر وقتی که خواهی استعفا میدهی، هر وقتی که خواهی مرا به حالم گذار میگویی. در آخر سرکمیسر خودش رو از جری پرتافت. چرا؟ چون که دلش همین رو خواسته است. به تو گفتم که رو از اینجا، رو گفتم. با جان و دل. در این کوه و صحرا تنها کجا میروی؟ با اینش کاری تو نباشد. ملکه ایست. فقط برداشتن ناز تو نمیرسید. سردارم، نقش کاملا اجرا شد. راستی قبرغم شکست، اما برای دعوا این سببی خوب است. سوها تو را همراهمان دیدن خیلی خرسندی بخش است. میبینیم در نزد سود خودش را چگونه حمایه میکند. فکر سودیه ها را مکن. نمیخواهم که زندانی شود. از وظیفه گیرند بسنده است. همینش کفایه. پس نقشه های دیگر هم دارید؟ البته، وگرنه به یک پلیس چرا اینقدر توجه کنم؟ ای بانو، اینجا و در این وقت برای یک زن زیبا خطرناک است. ایستگاه قریبترین 20 کیلومتر دور است. خواهید شما را تا آنجا برده میتوانم. خیلی خنده آور. سوار شو با ماشین. مادرم گفته بودند که با ماشین بیگانه سوار نشم. تشکر. پیاده میروم. بسیار ناز نکن. زود شین با ماشین. نمیشینم. ببینین جوانان عاشق راست گفتی دعوا دوگانه دیگر جان. شده است. هم عاشق میشوند هم جنگ میکنند. دختر ناز کرده ایستاده است، بچه هم زیبا با تو شین دارد. گفتم. نمیشینم گفتم. نمیشینم. به این همه رو نمیخواهی. ای من نگفتم که نمیخواهم. سرم را در بلا ماندم. دردی مرا تو نمیفهمی. من تنها میخواهم که با دردی تو شریک شوم. تو باشی هر دفعه نغمه نو نشان میدهی. چیکار میکنم؟ همین هم کار است. هر لحظه ای که من سوی تو یک قدم میمونم، تو راه گریز رو پیش میگیری. میلش گوش کن. بعدا میدهم که دیگر نمیکنم. میدونم که میکنی. باز تکرار میشود. شد. آرام شو. آرام شو. من به تو چیکار کردم؟ چی بدی کردم؟ بگو چی بدی کردم؟ نباشد گیر. مرا پران. به سرم پران. هر دویمون خلاص میشویم. هم تو خلاص میشوی هم من. به عقلی نکن. گیرین رو. از سلاح نفرت دارم. میلش نباشد من خودم را میپرانم. آن وقت مرا میبخشی؟ انا نباشی قد رو نشان دادی. این تنها به تو خاص است. خب ایست میلش. چی کار میکنی؟ تو در حقیقت دیوانه بوده ای. نترس. تردان خالی بود. میدانی کسی که دل دارد و با این تبسم عاشق نشود بی عقل است. خطا نکنم همین طور بود. بله زیبا بود. در کدام فیلم دیده بودی؟ خب از تو چیزی رو پنهان کرده نمیشه. بیا رفتیم. اکنون چی کار میکنی؟ یگان علاج میکنیم. دوباره تو رو با پلیس نمیگیرند. نگیرند آخر. من هم راه و رویش خودم را مییابم. چه خیل راه؟ نفهمیدم چی گفتنی هستی. هیچ گپ نیست. پرسیدم که چی گفتنی بودی. حال حاضر همین قدر دانه بس است. کمربند را وصل کن. تماشابینان محترم،
در دعوای انرژیکوم پیشروی نظررسی پیدا شد. امروز ضمن عملیات حکومتی در خانه تیرپرانی به عمل آمد. در نتیجه سلاح فروش کلیش کمال به هلاکت رسید. 2 نفر دیگر دستگیر کرده شده بازپرسی ادامه دارد. در عین حال ثبت‌های به دست آمده تشخیص کرده شده ایستاده است. کلیش کمال در یک چند حادثه‌ها سهم دارد و تا امروز جزا نگرفته است. ثبت‌های به دست آمده نقشه‌های حادثه‌های منبعه را نشان با آنها دست دراز کرده نبودیم، اما آنها از آرنجمان گرفتند. اگر مانشان نکنیم دست هم میرود سر هم. قتل کلش خوب نشد، کمی دیوانه فیل بود، اما شخص کاردان بود. ما میخواستیم در عملمان نقشه نو وارد سازیم، اما باید صبر کرد. چرا آدمهایمان در دستی آنهاست. مبادا سیر فاش شود. فرخیگی از جایش میخیزد. مردم از این عملیات کردم هنوز با خبر نیستند. حالا در دست موادهای زیادی برای اجرا داریم. تشکر زیاد به دوستانی وسایط اخباری عامه که هر عملیات ما را دستگیری میکنند. سردارم، معلوم است که بعضی از خبرنگاران حقیقت را گفتنی اند، اما چخیلی که فرمودید دوستان ما آن را آبدار کردنشان میدهند. کارهای آنها هم دشوار است. هرچی نویسند پس از فردا بر نوشته هایشان جواب میگیرند. در این شرایط نوشتن برای آنها خیلی دشوار است. لیکن چیزی را مانع کارشان ندانسته مسئله دموکراسی را رنگابرنگ نشان میدهند. نوشتن گیرند. این کارها سهل و آسان نیست فرخ. در این دعوا هر کس وظیفه خودش را اجرا میکند. اگر به مردم فهمانده توانیم که این دعوا میان شریعتگران و دموکرات ها هست، راه ها گشاده میگردد. درآید. بیا آقای هلدون. سردارم حادثه را شنیدید. کلش را به قتل رساندند. افسوس. اینها چیستند؟ معلوم است که نقشه ها. اینها را گرفته پخش کن. پخش کنم؟ این عمل به پای خود تیشه زدن نیست مگر؟ هلدون هر چی که گویم همان را اجرا کن. گرفته پخش میکنی حتی شیطان هم نفهمد. بعد دایره و تبلغ میزنید. نمیفهمی مگر؟ کاری عادی و فهما. اکنون درک کردم. ما اسناد لازمه رو به بالا رسانیدیم. لازم شود رکторها دانشجویان را نیز جدا میکنند و مسئولان را نیز وظیفه‌دار میکنند. اگر سرکشی کنند درباره خزینه گپ زند، از ثبت‌های در دستمان بوده گویی، پس میبینی که زود به ساحل میبرایند. تقدیر رئیس شهر به همه معلوم است. ما میدان رو مهیا نموده هرچی از دستمان آمد کردیم. باقی کاری بزرگان. آقایان، به سرتان بلای بزرگ آمده است. مهیا کردن شرایط برای تبادلات ضد قانون است میدانید؟ معلوم می شود که در این کار جنایت هم هست. گناه یگانه ما دوست داشتن وطن است. نخواد کی؟ ببخشید، ممکن ما نادرست فهمیدیم. به دانستگی ما دوست داشتن وطن و خلق و وطن کاری خیر کردن است، نه در حمام‌های گران با نابالغان عیش و نوش کردن. بنوارها چی میگوید؟ تا ادوکت هم نهایت گپ نمیزنم. تو چی؟ ما رو چقدر اینجا من میکنید؟ پس پرده جنایت رئیس شهر آیا فیفی بود مگر؟ برای چی این صحبت را ثبت کردید ما خوب میدانیم. البته که در دست فیفی ضد شما هم ثبت ها موجود است. شما هم خواستید که خودتان رو حمایت کنید. گوش کنید آقایان، اقرار شدن برای خود شما خوبتر است. وگرنه تنها کمی وقت میگذرد و همه چیز دیر و یا زود آشکار می شود. در این زمان در دستی همه کس ها ثبت ها موجود است. در دستی فیفی صدها ثبت ها هست. تو خاموش شو. چنان ثبت هایی هست که حتی با تلفن های عالی مقام ها گوش می اندازند. کی گوش می کند؟ ساکت باش. اینش را نمیدانم. همه را گوش می کنند. کارمندان دولتی، وزیران، مشاوران، تاجران را با کسی کارشان افتاد آنها نزدشان چارزانو میشینند. البته به تهدید کارشان بود نمی شود. او کیست؟
راست بودگیست در یک لحظه همه رو فروختی بی حیا قسمات رو زود فراموش آقای کردی نوری را به دیگر اتاق گذرانید. ادوکتم رو میخواهم بی ادوکت گپ نمیزنم راگرد این رفتارتون بیادبی است ادوکتم رو میخواهم اینجا دولتی حقوق بنیاد است حقوق برای همه کس از آقا وقتی تعدید آنها هم باید از حقوق فکر میکردیم. آقای نوری خوب هستید؟ شما او را با کدام گناه حبس کردنید؟ حالا حبس نکرده ایم، تنها صحبت داریم. وظیفه همان را اجرا میکنیم. با او صحبت کردن میخواهم در تنهایی. ممدو با آقا اتاق مناسب نشان ده. مرحمت. مرحمت میتوانید اینجا بخورید. خواهش میکنم شما برایید. زود به جمهوری الهان زنگ زن. این جمالی ترسانچک همه رو فروخت. ارتباط جنایتی رئیس شهر رو با فیفی تفتیش میکنند. این مراتب در دستشان دلیل های قوی دارند. جمهور چیکار هم کرده میتواند؟ او ارتباط های خوب دارد. او حتما راه خلاصی را مییابد. اگر آن جای را هم تفتیش کنند محو میگردیم. زودتر برو. مایلش. سردارم در آمدن و برآمدن اینها اینقدر آسان شده است؟ اگر از او درست استفاده برده توانیم اینجا بودنش شرط نیست و آنقدر اسرار زیاده را میداند که در آزادی بودنش بهتر است. خیر تو با نوری کار کن من جمال را میبینم. ایتو سردارم. پیش رو هم را نگیرید. پیش رو هم را نگیرید. یک طرف بسید. یک طرف بسید. اکای جمهور من ادوکت اورهان حاضر در پیش نوری بودم. جمال در بازپرسی همراه فاش کرده است. نام فیفی را گرفته است. زود باید کاری انجام دهیم. در دست فیفی ثبت ها بوده است. پلیس حاضر با اونجا می رود. فهمیدم. یک طرف بسید. در این عالم همه به خود پرونده دارد. کسی به کسی باور ندارد. میگویند که کرد تیز اول دست صاحبش را میبرد. باری هم در این باره فکر نکردی؟ خواه نخواه یک روز دستگیرت میکنند. دست و پایت را میبندند. خیر چی میشود؟ روزم سیاه میشود. بین مردم برآمدن نمیتوانم. بیچاره و سرخم میگردم. در دست فیفی ثبت ها زیادند. البته نام کسی رو که گیری ثبتش حتما هست. اصول ثبت آواز هم موجود است. پس این بادا فیفی؟ دختر زیبای من تو در بین ما از همه داناتری. مسئله یگیت رو مکمل حل کردی. روزهای آخر تنها از تو خوش خبر میگیرم و خلاص. ماجرای یکی در امنیت کوتاه دوام کرد. لیکن یک مسئله دیگر است. چه بوده است؟ تیری نقرگین. حالا تیری نقرگین گفته آدمان باوری دارند که عدالت غلبه میکند. تو اون رو هم حل میکنی. او را چون موشه باید به دام افکند. چنان باید کرد که دیگر از دام ما خلاصی نیابد. خواطر نشوید. برای آن هم نقشه دارم. خیلی خوب. درا. سردارم روزنامه‌نگار جمهور الهان آمد. عاجل بوده است. درآید. مرحمت. اتنا تو را با نویسنده جناب جمهور شناس کنم. این شخص یکی از اعماران فکر ما است. همکار و میانه ماست. خرسند شدم. از حادثه گذشته خبردار هستید؟ نه چی شد؟ جمال را بازپرسی کردند. فیفی را فروخته است. از جنایت رئیس شهر و بودن ثبت ها گفته است. پلیس فیفی را دستگیر میکند. تو راست میگویی؟ این کار چخه شده است؟ حتی نام دوست داشته من فیفی را گرفته است. اگر پلیس ثبت های فیفی را پیدا کند حتی پرزیدنت امریکا هم فیفی را خلاص کردن نمیتواند. اگر به دست افتاد حیات همه میسوزد. بیهنری ترسانچک، بزدل، همه را رسوا کردی.
بیانات هردیتان را گرفته و نبداری محکمه میسپارم. طلب میکنم که شما را حبس کنند. جمال بعضی چیزها را به ما گفت. ما تنها شنیدیم. خود گفتنی ها داشت. احمق ترسانچک بزدل اینقدر تو ناکس بودایی. در حبسخانه چند سال رفیقی میکنید؟ کمی عیب رو دونید آخر. برای گریزاندن فیفی به خارج اکنون دیر شد. علاج کار را باید یافت. نوک رسمان را به دست آورم باقی را میکشند. پیشتر هم دستگیر شده بود لیکن با آسانی برآمد. آن زمان گذشت. آن وقت در دست سندی نداشته بودند. حاضر ثبت نوار هر چی که خواهی دارند. قوه پیشینه را از دست دادیم. راست میگوید. این مراتب در دست آنها دلیل های مستحکم دارند. به من اجازه ده جناب جمهور. باید با بچه ها علاهیده صحبت کنم. چرا غمگین می نمایید؟ فیفی را از جوانیش می شناسم. دوست داشته هایم را از چشمم دور کردم برایم مشکل است. چه گفتن میخواهید؟ از روی کار آنها من مجبورم که باز یک انگشت دیگر را با دست خودم برم. مقصدم را فهمیدید فرخ؟ فهمیدم سردارم، فهمیدم. ولی درد نکند. جانم می سوزد. چی جای خنده است؟ فکرهای تازه‌ای به سرم آمده مرا به وجد می آورند. بعد کشتن فیفی در نظرش یک چند تیر نقرگین مان. برای چی؟ کارت نباشد. تو گفته هایم را اجرا کن. دانستم آن چون این سخنرانیت به من معقول نیست. چی خیلی که خواهم گپ میزنم. تو تنها اجرا کن. فراموش نکن که من به تو فرمان میدهم. همه این را یک به یک از تو خواهم پرسید. الا گرسل، مسعود را گرفته به حمام فیفی بیا. نشانی را میدونی؟ نویس یک آنجا. شنیدید؟ در 5 جا عملیات گذراندند. تقریبا 20 نفر میگویند. امروز بسیار کسان را دستگیر کردند. البته. من هم حیرانم که عاقبت چی میشده باشد. وقت نشان میدهد. مرا ببخشید. یگید چی شد؟ بخیر است؟ باز خماری دستگیر کنی گرفت؟ خیر دستگیر کردن گیرن. با تو چی؟ با من چی؟ هیچ چیز. لیکن گروه نجیب سردار علاقه دستگیر کردند. رنا. خب لیکن با من چی؟ تو خوب هستی؟ با من آدم برین گپ زن؟ من استعفا دادم رنا. استعفا دادم. چی؟ استعفا؟ چرا؟ پدرت را پرس به تو میگوید. ایست آخر به من آدم برین فهمون. یگید ممدو گروه را جمع کن میبرایم. به حمام میرویم. ای تو از سردارم. اکای نجیب این آدم باز چه سفسطه‌ای گفته ایستاده است؟ راست میگوید. جوان مرد کارش رو کرد. امانت ها را آوردم. دیگر در دست من بودنشان معنی ندارد. بی‌معنیگی نکن. گیر اینها را. حالا چیزی نشده است. برای من تمام شده است. ببخشید. لابای ملکه، در امنیتم. خبرداری یکی استعفا داده است. مایلش انتظار می شوم. توبه یک من بی خبر موندم. چی مگر به جراحی می‌داری؟ از یک جهت ولی آقای فرخ مرحمت برای شما هم آوردم. می‌دراییم و می‌بریم و می‌پرتاییم. معلش نباشد. زودتر تا آمدن پلیس دراییم. پس با اجازت شما من در را می‌گشایم. مرحمت.
اکا جورابین حوزم دارد. این حوز پر از خون می شود. من دیدم آدمانی را که خون میخورند، اما نه به اندازه مسعود. اوه فرو، خیلی خورسندم. این رفیقانت کیستند؟ شناس کنم؟ اینها استا و مستا، لیکن شوخی را نمیفهمند. دست پیشک ها هم زیبیده است. والله بهایت 5. یک سخنی مهم برایت دارم. اینجا را خالی میکردی؟ البته. دخترها را بگوی امروز جوابند. زود همه برایم. فهمو اپا. مرحمت نزد حوض گذارید. بچه ها، هر خطایی از من گذشته باشد ببخشید. گوش کن، من با مدیر گپ میزنم. پرونده صاحب پر است. ممکن یگان راهش را یابیم، لیکن باید بخشش پرسی. من؟ از آن حرامی؟ میبخشی رانا؟ نمیدونم چی گویم. همه دندانهایم را یک به یک کنید هم عذر نمیپرسم. من گپم را گفتم. گپی من یک تا. رانو چی شد؟ با همه خیر خوش میکند. یک روی دارد که با استعفا میرود. اگر نرود پیش میکنند. خداحافظ. خدا یارتان. در پناه خدا سرکمیسر. در خصوص پرونده گفتید؟ نه هنوز. دیر نکرده گفتن لازم. راست میگویید. ما رو فراموش نکن سرکمیسر. خیر بچه ها. خیر سرکمیسر. سلامت باشید. من یکی یاد کنید. مایلش دوستم، خودت میدانی. خیر بچه ها، خدا یارتان. من به پوشیدن لباس نظامی لایق نشدم. شما البته همیشه لایق باشید. تا در دل من آرمان نماند. سردارم دیر میمونی. شد. شما تیار شد، من میآیم. یگید یک لحظه. با تو باید گپ زنم. مرحمت سردارم، گوش میکنم. در اینجا نمی شود. خیلی مهم است. باز بر اومدن هم لازم است. چی مسئله است؟ بالای تو بازی دارم. بله میدانم که بازی است. حتی از پسم جاسوس هم تعیین کردند. حتی از طریق ماهواره صحبتهایم را گوش میکنند. شب به خانه بیا. زمانی که شنیدی مقصدم رو میفهمی. بیا رفتیم. چی بوده است؟ مسئله مهم؟ نه انگشته غمگین شده است. چرا غمگین؟ یک انگشت دیگرش را باید ببرند. برای همین. چی شد؟ مگر حادثه روی داد؟ نه، حادثه رخ نداده است. حکمی تقدیر. نه انگشته به در خواست، اما به فکر ما دردناک میخواهیم.
фарух, ту чӣ гуфта истодаӣ? ту инро набояд кунӣ. маро куштанӣ ҳастед? شین ҳайвонҳои бетарбия маро мекушанд. ака, илтимос ӯро ба ман гузоред. ман худам порчаҳояшро дар халта барои шумо меорам. آقای فرخ اجازه دید برادرمان آقای مسعود با خانم مشغول شود. مشغول شود. به این هم من با تو صحبت میکنم. ака, ин чӣ хел? نه не гуфтед? инаш чӣ? همین؟ ایس نباشد. در من بهترش است. میبینه چی هست؟ انا این میشود. شاید نباشد. سردار بی‌حیاها، در را کشا. مدیر بی شرم ها، کشا. جواب ده آخر. برای کشادن در هم پول میخواهی؟ با تو میگویم جواب ده آخر. چرا تا حال انتظارم نمیفهمم؟ با آدمهایمان باید گپ زنیم. دوستها انتظارند. در دستشان به قدر کفایه اسناد هست. پیش وقت از 1001 این را زودتر چاره میدیدن. چه تغییر یافته است که قیمت این دولت همین قدر ارزان است به بچه های قشلاق و کله های خالی داده می شود؟ ما اصلیم. پس چرا تا حال خود را از حادثه های روز کنار میگیریم؟ آنها به درد خودشان آورند جمهور. افسوس که کارها مثل پیشتر نیستند. دنیا خرد شده است. هر کس به کار هر کس دست دراز میکند. چقدر گفتیم، همین قدر تاکید کردیم که عملیات انرژیکوم را به هر اصول از مد نظر دور کنیم. حتی حسیات را استفاده کنیم. لیکن نمیشود زیرا تا امروز بسیار چیزها از دست رفت. به دست شخصانی با اعتمادمان بودجه را دادیم. آنها در شویتزر صورت حساب شخصی شدند. بس نبود که باز مستی کرده به همه معلومات بدهند. نگاه کن، همه سر آشکار شده است. میدان پر از معلومات.
کدام آن را میروبیم؟ شدنش ممکن اما چنین نباید باشه مثل گذشته‌مون. بابای علی را زیر کردن لازم آید. با تمام قوه به پیش باید رفت. بیهوده تو را کمانوری پیشینه نمیگویم. حالا هم شکارچی عالی هستی، اما فراموش مکن که سید پیشینه نیست. نرخ در را بگو. در را کشا مادر فاحشه ها. در را کشا. جواب ده آخر. سردار فاحشه ها، سردار حرامی ها، در را نمیکشایی؟ کشا گفتم، کشا. مرا خسته نکن، نباشد عذاب سختت میدهم. فکر خودکشی را هم نکن، عیب میشود. جواب ده آخر، جواب ده خدایا. چند مراتبه با آدم‌های بالا بوده وا خوردم. قبلا دست افشانده تا به قلعه‌اش میرفتیم. ما را گوش میکردند. حالا طرفمان دیگر نظر هم نمیکنند. نگاه کن، حتی ارتباطی با سروزیر داشتن را هم در روزنامه نشر کردند. شخص اولین را هم به حبس گرفتند. با این کار دخالت کردن مشکل. خیریت که با منصبداری بالا گپ زدم و کمک کرد. شاید مرا به چشم کم بینید، اما به مقابلشان نباید خاموش بمانیم. تبادلات باشد تبادلات، جنگ باشد جنگ. در این سن و سال هیجانی تو به من شوق می باشد. این را باید دانید که بچه ها بالا یک چند نقشه کار کرده ایستادند. تلفنتان زنگ میزند. فکرش را مکن. فیفی مقصدی او را فهمیده است. حیف. در را کشا احمق. کشا گفتم، کشا. کشا گفتم، کشا. من در اینجا تر شدم، چرا نمیکشایی؟ میدونی کلش برای جا تیار کردن به فیفی پیشتر رفت. من میگویم که بازینگر کلش کمال برآمد و بازینگر گلسر در آمد. جدی میگویید؟ یعنی من به جای او؟ از این پس قاچاق سلاح از آن توست. من دستتان رو میبوسم، نه تنها میبوسم بلکه به دیدگانم میمالم. این دیوانای تو چی کرد؟ نه سنگ است و نه صدا؟ اگه این دیوانای ما در این حالت ها از خود میرود. مادرش را در 16 سالگی با تبر 2 تقسیم کرده است. برای همین سرش کار نمی کند. او دیوانه است. احمق، این چیکار کرده؟ اتاق را پر از خون کردی. اکا، این خیل نگویید. در جنایت من به کارم دقت زیاد میدهم. امضایم را حتما میگذارم. من این آدم رو مخول کردم. آدمی به تب دل من. معاشت را علاوه میکنم. تشکر آقای فرخ. لبی؟ مطمئنید؟ شد زود میبرایم. پالیس در راه است. زود باید برایم. جسد را چکار کنیم؟ برده پرتیم؟ بگذار استد.
لیکن یک حیله حیله داریم. زود رفتیم. حاضر میرسیم. ممدو باباشو گبزن. اگر آواز سیلو برای دورتر استن کوشش کنیم که عملیات رو به تلف به انجام رسونیم. فهمیدم سردار. پلیس ها نامده زود میرویم. مایلش بارای دیگر از طرف یقین میبریم. اطراف رو احاطه کنید. ما از پیش می‌داریم. شما عقب رو نگاه کنید. سردارم داغ خون. پیش از ما اومده است. این تیر نخرگین. سردارم همه جا رو یک به یک دیدم. در اطراف کسی نیست. البته نیست. ببین کی زیارت کرده است. انا جای پنهان شوی تیر نقرگینه که عدالت خواه است. اینقدر جای افلاس. زویمان رو میکشم. احمق. در همه جا از نزدم میبراید. یعنی حلیمه پاکی نورش همین بوده است. روح و نور. کسی نباشد. در اینجا چیکار میکنیم؟ یگید به کارهای تیر نقرگین سخت باور میکند. حاضر به نجیب زنگ زده تیر نقرگین رو خبر میدهیم. لیکن یگان دلیل نگذار. تنها عکس حلیمه ماند. بعد میفهمند که این یگید بوده است و اما عیبدار کرده نمیتوانند. زنگ زن. های های. در یگان جو یک ایزی انگوش نیست. در نزد حوض خوردند و نوشیدند، اما در آنجا هم ایز نیست. تنها تیری نقرگین است. چیزی دیگری نیافتین سردار؟ من فهمیدم نیازی. خیلی خوب فهمیدم. پروا نکن. لیکن سردارم فکر مرا ناراحت میکند. تیری نقرگین چون پلیس کار میکند. این دفعه هم ما را در غفلت گذاشت. من هم امان رو فکر دارم. یا اینکه صفحش رو عوض کرد. چی میگویی؟
الو روز بخیر. خبری میخواهم رسانم. چه خبر؟ نقطه تیری نقرگین را برایتان میگویم. آن طرفش مهم نیست. من به شما نشانی را میدهم. شد فهمیدم. تشکر. بخیر است سردارم. نفر جای تیری نقرگین را خبر داد. در این کار یک بازی رفته شده است. اگر دوام دادن گیرد عاقبتش را بخیر نمیبینم. چه علاج؟ یک رفته میبینیم. نیازی تو اینجا مان. برای یافتن دلیل مشغول شد. بیام امدو رویم. براری کار. سردارم نشانی کجا بوده است؟ در نزدیکی ایستگاه عمریان است. زودتر باشه زودتر. دقت. دو گروه رو به نزدیکی‌های ایستگاه عمریان روان کنید. آنجا وا می‌خوریم. چه شد؟ فیفی را دستگیر کردید؟ پیش از ما نفر همه را تازه کرده است. فیفی را کشته است. آقای پروکورور دلیل ها را از آنجا برداشتند. لیکن در جای حادثه تیری نقرگین یافتیم. حتی معلوماتی هم گرفتیم. نجیب از رفت کار خبردار نمایید. فیفی را گرفتید؟ گرفتیم. اما مردهش را. در فرهنگ ما از خبری مرگ اندوهگین می شود. این خبر چه جای خنده دارد؟ صحبت امروزمان را یک بار دیگر دیده می براییم. از این رو لازم است که باز واخوریم. زودتر. انا مخفیگاه کجا بوده است؟ شما هر دو به آن طرف روید. شما حاکان را دستگیری کنید. ببین اینجا اصلی خانه. نمدو نیازی را جزم. کارش در همان تمام شده باشد. اینجا فهمو سردارم. اینجا را ببیند تا با کوچکترین چیز دقت دهد. الو نیازی کارتون اونجا تمام شد؟ مایلش یگان چیز به دست آورده توانستید؟ فهمو تمام که شد اینجا بیاید. نیازی مرا فهمیده؟ فهمو؟ این کی؟ آها سردارم نیازی کمی دیرتر به اینجا رسیده میاد. همه اینها نفرانی هم که تیری نقرگین کشته است. دیگرش شاهان که به دار آویخته شده بود. اینش محافظ جواد. ترجمه حال تیری نقرگین در اینجا بوده است. احتمال باقی مانده ها هدفهای آینده اویند. بچه ها تا آمدن گروه تفتیشات شما اینجا نوبرداری کنید. شما زودتر اطراف را تحت نظارت گیرید. هاخان، والکان، عثمان فهمو. شما بالا را نگاه کنید.
کار تمام. نجیب به دام ما افتید. امشب معرکه نجیب و یگیت است. میرویم. رفتیم. سردارم، کارمان اینجا تمام شد. میتوانیم رویم. در امنیت رو میخوریم. فیفی عذاب نکشید آخر؟ نه سردار، چون فرشته روحش را تسلیم کرد. خاطر نشوید. با دادستانی که مرا مجبور کرد تا انگشتم را برم درس خوبی خواهم داد. سردار، این کار مگر کمی خطرناک نیست؟ هرچی باد آباد. درون من که می سوزد از آنها هم سوزد. میخواهم همین شب دادستان به قتل رسد. همین شب. مادامی که شما چنین میخواهید، پس دیگر جای گپ نیست. خودی حاضر تیاری امان را میبینیم. کسی را اینجا دیدن نمیخواهم. این شب شبی ماتم است. اپا جان شما شنید من میکنم. تشکر دخترم. به خدا روزی دراز کار و باری دکان رو کردم. باقی نجیب چی شده است؟ از آمدنش چونین است. دهانش را نمی کشاید. می ترسم که پرسم. یگیت می آمده باشد. البته می آید. ممکن مسئله او باشد. صبر کنی معلوم می شود. محترم سردار، در این عملیات انرژینیکوم هر روز یک حادثه مانع کار ما می شود. از جمله قسمی از وسایط اخبار عامه می کوشند که به ما فشار آورند، چون این عمل تأثیر منفی می رساند. آقای دوستان، شما در دایره صلاحیت خود به یگان ممانعت می توانید آزاد حرکت کنید. این دعوا دعوای عادی نیست. مسئله آینده کشور است. یا دولتی پیشتر می گردیم و یا دولتی که در خود وامانده است. درد که پیدا شد صدای ناله هم می براید، لیکن صداهای آنها بی منطق است. وظیفه شما عدالت را به جا آوردن است. با عالمیان نشان دهید که در این کشور حقوق والاتر است. باقی کاری ما. حجم هایی که نسبت من می کنند مهم نیست. من به ولایت قانون باوری دارم. از نفرانی هستم که پشتبانی قانونند. همه کوشش و غیرت من به آن است که قانون پایدار بماند. فکر و اندیشه‌تان را میفهمم. البته این کار را به تدبیر امنیتی پیش بردن دشوار است. از همه داور اساسی وجدان است. وجدان آزاد باشد همین کافی است. ببینید، در این کشور از دموکرات برگشتن نیست. برای همین همه در پیش خود وظیفه‌های مهم دارد. عملیات در کدام سطح است؟ میخواستم آید به این موضوع به شما معلومات دهم. خدای توبه، من باری هم اکای نجیب رو در این احوال ندیده بودم. خدایا باز یگون جنجال نشود. لیکن می ترسم. اوچا اکا یگیت اومد. آفرین. تا چه رفتشین؟ بسیار گپ نزن. مایلاش دادا، من چیکار کردم؟ بچم، دادت امروز در غضب است. صبر کن. فهمیدم. شعر بچه من فاتح جان خبرگیری آمده است. انا فاتح جانی ما هم آمد. شیرین. خوش آمدی یگیت. سلام سردارم. خوش دیدیم. خوش آمدی. بخیر است اپا؟ طبی سردارم خیر است؟ چی شده است؟
من نمیدونم یگید بگذار خودش گوید. یا با تو گفتنی ها دارم. البته صحبت میکنیم سردارم. چه گپ شده است؟ نجیب چی کار میکنی از برای خدا؟ یک مردکی کلان را مثل کودک کشاله میکنی. آخر او مهمان است. کاردار نشوید. راگرد. برای شما تشکیلات را چنین بسته‌بندی کردیم. حالا البته بعض کمبودی ها موجود است. آن از 4 قسمت عبارت است. در پایان قسمی اساسی رویخطی کارمندان است. احتمال است که این فروخ قراداغلی و توران سایلو با لقبی آقای کبوتر برای دستگیر کردن آنها اجازه دارید؟ آقای سردار، تا حال یگان دلیلی معتمد نداریم. در زیر این قسمتی اساسی قسمتی سنجشی و نقشه گذاری هست. فکر میکنم که روزنامه نگار جمهور ایلهان و ریکتاری که در نقشه نامش ذکر شد جا گرفتند. آنها از بودشان هم بدترند. البته در قسمت پایان تالاری انتظاری موجود است. افسوس که اینجا هنوز خالی است. ما باید ارتباطات با مافیا، وسایل اخباری عامه و از همه مهمش خزینه را باید یابیم. بله این نکته مهم. سردارم، نکته مهم که بودن راهبر است. برای حل این معما احتیاج به دسته علاوگی داریم. عملیات برای حل کمبودی ها و معین کردن سرداری آن روانه کرده می شود. در این بابت یگان مشکلی نیست. به این هم امنیت برای شما صلاحیت های تازه داده است. شما تنها ناهراسیده و دور نشده صلاحیت های خود را به کار برید. یعنی هر کسی را لازم دانیم می توانیم بگیریم. درست فهمیدم؟ عیناً همین خیل. با تو ماشینینه و محافظ میدیم. آقا به این احتیاج ندارم. ما مسئولیت خود را انجام میدیم. شما از خودتان را مسئولیت چنین بود. به شما و به دسته‌تان باوری کامل داریم. یگانه خواهش ما کشور را از پنجه قانون شکنها رها کردن است. ما قوه‌مان را نه از سیاست بازها و نه از این و آن میگیریم. ما قوه‌مان را از حق، حقوق و صداقت میگیریم. فهمه، برای دستگیریتان مینت دارم. سردارم، اول با من فهمانید. شما عجایب رفتار میکنید. چی شد آخر؟ من باز چی کاری ناجا کردم؟ دیگر چی کاری باید کنی؟ دیگر چی کاری باید کنی؟ همش دیگر عیان شد. و تو چی کار کنم اکنون؟ چی شده است؟ به من میگوید یا نمیگوید؟ حاضر چونو قهرآلوده هستم که از قهر سرم مینه میجوشد، دستانم میلرزد. توبه کردم سردارم، من در حقیقت کی بودم؟ خدایا توبه. او چه دادم رو بینید بسیار به غضب آمده است. من سخت میترسم. به خیر است انشالله. به این او چشم رسیده است. نه خواطر نشوید. حاضر باز شوخی رو سر میکنند. چی شدنش رو تو از من خوبتر میدانی؟ چرا میدانم؟ انا همینی تیری نخرگین. چرا این کارو کردی؟ چرا با چنین جنایت های وحشیانه دست زدی؟ تو را باور کردم، دادر گفتم، فرزند گفتم، اما تو مرا فروختی. حتی قاتل شده برآمدی. اگر در دست دلیل داشته باشید پس لحظه تأخیر نکرده مرا محکوم کنید، محبس کنید. همین خیلی این کار میکنی، اما دلیل هست. این را از مخفی گاه دریافتیم. آخر به من چی؟ کسی آنجا مونده است شاید خواست است که گناهش را به سر من بار کند. هر دویمان حقیقت را میدانیم. بس همین با چشمم نگریسته به من دروغ میگویی. حیف به تو باد. شما چی میگویید؟ اگر همین دلیل باشد پس مرا دستگیر کنید، لیکن این دلیل نیست. ببینید رنگ خودتان دیگر شد. گوش کن مرا. از دهانت چی میبراید خودت میشنوی؟ خدایا در اینجا چی کار؟ سردارم شما چی کار میکنید؟ میترسم که هر دویشون حاضر جنگ میکنن. او چه من نزد دادا میروم. اینجا نروش نیست. من چیکار کردم؟ زن سردارم، در این دنیا تنها شما حق دارید که مرا زنید. تنها نزد شما سرم خم است. زنید آخر. اگر خواهید پرانید، هرچی خواهید کنید، زنید آخر. این چه مناسبت است؟ چی شد؟ دیوانه شدیم اگر؟
мемду намебини ӯ дар ғазаб аст. рафта ҷудояшон кунем. ин чӣ бало буд ба сарамон омад? чӣ мехоҳӣ аз сардорамон, а? магар корҳои кардаат баста буд? мемду назди мардум худатро ба даст гир. наҷиб егит дада илтимос ором шавед. дада аз барои худо егит бигӯед чӣ воқеа? шарм накарда боз ба сардорам ҷавоб медиҳӣ? мемду ором шав. охир ӯ егит аст, бегона нест ку. кошки бегона мешуд. бас гуфтам бас! ҳаматон дарун дароед. наҷиб илтимос ором шав. ба шумо ба дарун дароед гуфтаам. шуд асабӣ нашав. медароем. биёед бачаҳо. рано малика шумо ҳам биёед. рафтем мемду ту ҳам даро. рано рав аз ин ҷо. рано آقای زکی هم محافظ و هم راننده بلال. سلام علیکم، من بلال. سلام. هیچ لازم نبود محترم سردار. خودم رفتم می آمدم. باز گپ نشود. چیزی نمی شود. این امری من است. مایلش اگر امر باشد. شب بخیر. با تو چی شد؟ دیگر تو رو شناخته نمی شود. گویا تو رو عوض کردند. چرا به زندگی من دخالت میکنی؟ دوستم تو دردی مرا چی میدانی؟ جورا جان شاید تو راست میگویی. ما مگر از هم جداییم. من برای تو جانم رو میدهم. فکر میکنی که بلای به سر تو آمده درونی مرا نمیسوزاند؟ یگیت گوش کن. خودت را به دست گیر. هممون برای تو میسوزیم. این رو به ما روا مبین. جورا جان تو ساده ای مگر کور هستی؟ معلوم است که کسی با تو چون موش و گربه بازی میکند. میفهمی؟ بیدار شو. عقلت رو به جایش مان. معلوم است که کسی بازی دارد. به زم آن شما هر دویتان گلوی مرا فشرده ایستاده اید. در کار شود. چون این هم میکنیم. برادر من هستی. جان من هستی. برای فایده تو همه کار رو میکنم. همه کار رو. همه چیز رو میفهمی؟ میفهمی مرا؟ ایستید. هر دویتان ایستید. ممدو ایست گفتم. تا به جا آمدن عقلت رو میزنم. دانستمان اگر این دست بر سر تو بالا شود من آن را کنده می پرتایم. ولی اگر تو زدن خواهی مرحمت زن ممدو تو هم به درون رو. یک روز از این کارت سخت پشیمان میشوی. آن وقت در کسی رو زنی هم کشاده نمیگردد. تنها میمونی. بعد نگو که نگفته بودم. мемду сабаби ҷанҷолар чист? ҷанҷоли акаи наҷибу егитро ҳеҷ тасаввур карда наметавонистам. егит имрӯз истеъфо додааст. истеъфо? ба фикрам таги коса нимкосае ҳаст. чӣ хел? خاموش است رنا. با تو میگویم. خدایا تو هم بالای سر ما سردار شدی. چی دیگر گپ نزنیم؟ شکر کن که در خونه یکای نجیبیم وگرنه به خدا. وگرنه چی؟ گوش کن. مرا عصبی نکن. التماس اقلا شما آرام باشید. شد ببخش. گوش کن یگیت. حاضر با تو یک چیز میگویم. ممکن به من باور نکنی. چی بوده است؟ ممدو با تو گفت که با تو بازی دارند. این درست بود. چی خیل؟ در حقیقت بازی چه نفری شده ای. در دامت را میخواند افتانند. در پرونده نقشه ها درباره تو پرونده مخصوصی هست که رمزدار است. خیر؟ دنبالت نفری هست. و آن کس چند ماه است که تو را تعقیب دارد. حتی چی؟
حتی در پرونده آمده است که حلیمه را دانسته به قتل رسانیدند، برای تو را قهرآلود کردند. سردارم شما چه ها میگویید؟ چه ها میگویید؟ واقعا همچنین است. افسوس. روزهای آخر نفری هست که با تو واخوری گذرانده ایستاده باشد. کار دنیا چنین است. او کسی که نباشد دنبال تو هست و تو دام شیطانی میخواد اندازد. چی که میدانی به من بگو. داد زنیم و جنجال هم کنیم. تو فرزند ما هستی. بگو تا اینکه کمک کرده توانی. به کمک احتیاج ندارم. کسی را هم دیدن نمیخواهم. یگیت گوش کن. این خیلی مهم است. دیده و دانسته تو را از دست نمیدهم. از میان دستانم دور شدن را تماشا نمیکنم. بگو آخر کسی هست؟ از برای خدا این سخنها را یک طرف مانید. از این پرسش و بازپرسی ها بیزار شدم. بیهوده مرا تعقیب دارید. کسی دام گذاشته است و شما باشید بخبرید. یگیت نرو، بیمان اینجا. خودتان میدونید که اینجا دسیسه هست و باز باوری دارید که تیری نقرگین منم. در چنین حالت سردارم مرا به جز رفتن راه دیگری نیست. یگیت ایست مرا. یگیت تو راه را نظارت کن. احاطه میکنیم، فراموش نکنیم. اکا کاری سلاح زیبی من نیست. شما آدم را از ماشین فرارید و من با کار پاره پاره کنم. دیوانه. مسعود باز دیوانه شده. کمتر با عقل شو. در قدیر آدم را پاره پاره میکنی؟ اکا ماشین می آید. می آیند، آماده باشید. وای 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 این کی باشد؟ فاتح است مگر؟ این چیکار میکند؟ همه چیز رو غلطاند. یگی در کجاست اکای نجیب؟ نمیدونم. با من باور نکرد. مسخره کرده رفت. سردارم نگفتید که تو رو بدام افتاندنیاند؟ گفتم اما فایده نکرد. من رو میابم. دخترم تویست. با تو چی شد؟ کاری خوب نشد، رنجیدگیست. تو رو از کجا میابی؟ نمیدونم، گفتم میابم. همه جا رو میگردم و رو میابم. ملیکا. آقای پروکورور راه را تعمیر کرده ایستادند. چرا در راه نشانه ای نگذاشتند؟ ایستا ایستا ایستا. تیرزاد را کشو. تیرزا را کشم آقای پروکورور. این آدم در نظرم شوخاناب می نماید. یکی نزدیک آمده ایستاده است. حادثه حلیمه رو فهمیده در غضب است. احتیاط شو. مایلش خواطر نشو. احتمال است که تو رو گناهکار کند. با دقت باش. مشکلی ندارد، حل میکنیم. خوش آمدی. ایست چیکار میکنی؟ من به تو گپ دارم. مایلش گپ زن. لیکن در اینجا نه. کنی بینیم سر به پایان چقدر طاقت میکنه.
سلاح دارد. زود ران. برایت یادآور می شوم. من به کسی حسابات نمی دهم، ولی گوش کن، من از تو حسابات طلب دارم. کنی گپ زن. من چیزی رو نمیفهمم. من میفهمانم، با که ندارد، وقتمان بسیار است. گوش کن، آدمانی که برای تعقیب میکنند کیستند؟ کدام آدم ها؟ حالی برای کشتند. از عقیبم مثل ما تعقیب دارند. از من چی میخواهند؟ چی میخواهند؟ گپ زن. من با کسی ارتباط ندارم. تنها کار میکنم. دروغ میگویی. بار دیگر میپرسم، تو کی هستی؟ آنها کیستند؟ کاری نادرست میکنی یگیت. تو نادرست میکنی. این خطای دویومت. یک خطای دیگرت حیاتت را بربار میدهد. بار آخرین از تو میپرسم، با آن آدمان چی ارتباط داری؟ گپ زن. بگو، با آن آدمان چی ارتباط داری؟ کیست در آنجا؟ کیست میگویم؟ حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربی، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادن فیروز اومن، آرتق قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمل موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهره بانو، فرقت، میر نسا، خوشنو و دیگران.